یا اخی، ای برادر مسلمان، گفته امام غزالی، لا تغفل عن الفکر فی المیزان، غافل نشوی که فردا خدا ترازو داره، این غافل نشو. و تطایر الکتب الی الایمان، فردا کتاب ها را به سوی ایمان الی الایمان، فردا هر یک کتاب ها را می بیارن ورق ورق نشر میکنن و آن روز از طرف راست و چپ خیر و نیک جدا میکنن. ایرا فراموش نکن. فینبغی لکل مؤمن السؤال، برای هر یک مؤمن سوال ها بده. ایرا فراموش نکن که ای هر یک نعمت دادگیش ما را میپرسیده است. مرگ یک طرف، با فردا میپرسیدیم. مرگ یک طرف، فردا با ترازو بوده است. مرگ یک طرف، فردا نامه اعمال می آوردین ورق می زدیم. ایره فراموش نکن. ثلاث فرق فرقتا لیس لهم حسنه، روز قیامت انسانها را سه تقسیم کردیم. یک تقسیم بده در اون ورق ها که یگان نیکی نبوده از در ورق های کتاب های نامه اعمال. فیخرج من النار عنق اسود، گردنای سیاه سیاه از جهنم آن روز بلند میشه. میگه و سیئت یا سیئت وجوه الذین کفروا، آن روز شما میبینی روی اون انسان هایی که پروردگار و پیغمبرشان در کفران ورزیدن، روی های اونها در قیامت سیاه میخیزه. و سیئت الذین کفروا، سیئت وجوه الذین کفروا، سیاه می شود، چهره ها تغییر می افته است. گردن های سیاه میگه از داخلی انامون زبانه های جهنم بلند می شوند. فیلقطهم لقط الطیر الحب و ینتوی علیهم و یلقیهم فی النار، چگونه که پرنده را بلند می بردارن و از بالا یک تیر می خرشه که اصابتش میکنه آماده در زمین میزنه. هر یک جهنمی را جهنم از سوختن علاش مثل پرنده ها می پرتافتش در بالا. من اگر یک جوشش لخچه علاب ولکان دیدگی باشه میپرتای علاب بالا. میگه شما فردا جهنم میبینی لخچه های او، میگه آدما میپرن، میگه پریده مثل پرنده های بیجان پریده، میگه در بین علاب رفتن میگیرن. فیناد علیهم شقا و لا سعادت لهم، اونها را اهل شقاوت میگن، اهل بدی میگن. برای چی؟ آنها روز قیامت حاصل کردن، آنها ترازو را حاصل کردن، آنها پیغمبر را حاصل کردن، آنها شریعت بازی کردن. آنها را فردا میگه لخچه های دوزخ سرخ میکنن. از اینا میگه شما فراموش نباشه. اینا میگه از یادتون میگه نبراره. رسول اکرم صلوات الله رب و سلام فرمودن شب معراج من جهنم تماشا کردم، همه پیغمبرا در پیش جهنم به زانو زدن، منم از وهم جهنم به زانو زدم. پیغمبری نازنین ما جهنم دیده به زانو غلطی دیم. چی با گفتن فرستاده خدا؟ گفتن به زانو رو خم کردی. گفت برای آنکه در داخل سیله کفر و نفاق امت خدمم دیدم، برای امتهای خدمم گفتم پایان خمیدم. گفتم کیانی ها؟ گفت در بین اونها از امتهای خدمت دیدم. حتی که حضرت علی روایت میکنه، میگه پیغمبر هم خیلی گریه کردن که ریشه های مبارک حضرت میگه در درون آبی میجعاشان شدن که ما امتها دیدم در اونجا. حضرت حسن بصری فقط میگه موعظه میکرده و گریه میکرده منبر فرامدن فقط گریه میکرده است. و میپرسیدن میگن تمام مردم روز جمعه که امامی بزرگ شما اینقدر شخصیتی کلانی چیقه بسیار گریه میکنی، غیر گریه ما چیز نمیفهمیم ای شما. گفته میترسم. تا چی میترسی؟ که ما در وجود حیات زندگی شما گناه ندیدیم. گفت از یک چیز میترسم. گفت از چیز میترسی؟ گفت همون آخران نفری که از دوزخ از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاص میخرد طبق حدیث رسول اکرم. پیامبر اکرم گفتن که آخران دوزختی که از دوزخ خلاص میخره من او را میشناسم.
اولین نفری که دوزخ میدره ای امتم او را میشناسم. گفت همون پیامبر گفت آخران دوزخیه که از دوزخ میبره از امتهای من برای همین گریه میکنم که هوای من نباشم. من برای همین گریه میکنم. گفت من از میزان میترسم، من از حساب میترسم. فردا گفت همون نفر من نباشم. با انا این بود میگه حال اولیای خدا. انا این بود حال اون نفری که 60 صحابه را زیارت کرده. حسن بصری را حضرت ام المؤمنین مادرمان عایشه صدیقه دعا دادیان، اما در وقت موعظه شون میگه زور زور گریه میکردن، عمرشون با گریه گذشت. گفته همین حدیث رسول اکرم ایادم نمیبرویه که من آخران امتی خدم از دوزخ میبروین، من او را میشناسم. گفت میترسم هوای من نباشم. فقط میگه حیاتش به همین میگذشت. این حدیث در هم بخاری در روایت میشه هم مسلم ده. این هممون در کار داره. هوای من نباشه، یکی هوای من نباشم. با پیام قرآن که ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تاکید بالای تاکید که در هر وزبینی یک سبوکی ای، در هر وزبینی یک سبوکی ای. الحمدلله که وزبینی ها می رفته، سبوکی ها می آمده. معلومه که دنیا در تغییرات بوده. الحمدلله. مصیبت ابدی نیست، خرسندی هم ابدی نیست. برای همین هر یک این به وقت خودش برای ما یک شربت دارد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که ام المؤمنین عایشه صدیقه را میپرسن، میگه از همه روز وزبین روز مرگ رسول اکرم بود صلی الله علیه و سلم. برای همه ما میگه وزبین بود، لیکن میگه ما هر آن کار کردیم که خدا خرسند بود. گفت چیکار کردیم؟ گفتیم انا لله و انا الیه راجعون. ما همه خلق خدا هستیم، به سوی او باز میگردیم. باید ما خدا را خرسند کنیم. برای همین همتون خوش آمده برادرو، از این انفاق و نفقه تناول کرده. در حق هر دوی برادرو دعا کنه. چی از الحمد قل هو الله میدونه خونه، زیرا که منفعت ذکر و صدقه در مرده میرسه. چگونه ای که برکت و دعای نماز جنازه در مرده میرسه. چه خیلی که نماز جنازه میخوان پیغمبر خدا در حق مرده ها دعا میکرد، معلوم است که دعا از منفعت خالی نیست. در حق گذشته ها دعای خیر کنی، در حق گذشته ها قل هو الله خونه، در حق گذشته ها الحمدلله خونه. حتی که حضرت امام شافعی در کتاب الامش فتواهاش را آوردگی بوده است که هر یک انسان همون روزی مرگ برادر و خواهر اسلامیش، یا هر باره که سری قبر او را زیارت می روه، به سوره قل اعوذ برب الناس و برب الفلق و او را زیارت نکنه. حضرت امام شافعی آثار صحابه را دلیل می بیاره که بالای سری گورا در رفت راست استه، دستاتان را در زیر ناف گیره، السلام علیکم یا اهل القبور گوه و یا سلام شما را میفهمند و برای اونها شما سوره ناس و فلق خونه. حتی که حضرت امام شافعی راست ایستادن در مذهبشان مستحب میدانستن سری گورا دا راست دعا کنه، راست دعا خونه. برای همین امروز برادرمون هممون یاد کردیم. دو برادری ما از بین رفت، دو برادرای ایمانیمون، اسلامیمون، فرزندای نمازخوان، فرزندای قرآنخوان، دعوتگر. در همین دوره عصر فتنه خیلی فرزندانی در رمکه بودن. یعنی که همون فرزندایی بودن که اهدنا الصراط المستقیم برنامه او بود. اما امروز در بین ما نیستن عزیزان. ما هم غنیمتیم که میدونه فردا ما در کجاییم و شما در کجاییم. برای همین قدر یکدیگرمون دانیم، قدر یکدیگرمون همیشه عزت کنیم، قدر یکدیگرمون همیشه دانیم او را احترام کنیم. کی میدونه که فردا با کی در کجای. حضرت عمر را پرسیدن که حضرت به تو چی نزدیکه؟ گفت مرگ.
گفته برای من مرگ نزدیکه. هیچی برای آدم مثل مردن نزدیک نبوده. نبینده مثل همون زبانه که انا همون اسلحه باره که در همون زبانچش دست میمونه که تیر پریده میروه، یک دقیقه دا کیم کجا رفتن؟ یک دقیقه دا سفر قیامت آغاز کردن. پیغمبر خدا 1,500 سال شد، قریب 1400 سال شد پیغمبر ما سفر قیامت آغاز کردن رفته ایستیم. حضرت ابراهیم 10,000 سال شد سفر قیامت سر کردن. هر یک تمام در پیش سفر داریم. او چی سفره؟ ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده. پیش همون صاحبمون میریم، پیش هم پروردگارمون میریم، پیش هم خالقمون میریم. هیچ کس باید در این حالت غافل نباشه از مرگ. هیچ کس، زیرا که عزیزامان رفتن، خدا رحمتشون کنه، جاشون پروردگار بهشت گردانه، پروردگار این طعام و این خیرها را قبول گردانه. در بین شما زیاد انسان‌های هستند که دعای اونها تأثیر داره، دعاهای خیر که خدا سفر آخرتشون به خطر گردانه.